السلام علیکم حمدلکوی باش نویرهکوی عزیزی ما نویرهای عزیزی بوبی میرگان انا عینوی بوبی میرگان میخوام که خصوصا همون کارمندای روزنامه خطلان کارمندای روزنامه خطلان که سربلندن تا این روز با سربلندی کار کردن برای خلق خدمت کردن یعنی که همون روزنامه خطلان این سال 90 ساله می شود 90 ساله شید 90 ساله که روزنامه خطلان برای خلق ما خدمت کرده بنابراین کارمندای عزیزی روزنامه خطلان ما همه و نویرها ماماتشان اینمی همشون شما را تبریک و مبارکباد میگیم به شما در آینده هم سربلندی ها روشن فکری و علمی به منفعت خداوند طلب میکنیم الهی هزار سال ها مقصدهای شما هزار سال ها نیت های شما و هزار سال ها روزنامه خطلان زنده و پاینده باشه و در بین خلق باشه و عزیز دل و دیده خلق ما باشه کارمندای عزیزی روزنامه خطلان بابیتان میرگن شما رو دعا میده که خداوند شما را همیشه راهنما و پشتیبان باشه بخت و برکت بیاینو سر مومحق شوه بچم